دیگه مزه تکراری درست نکن. بیا با هم یک کال کباب خوشمزه درست کنیم، اونم به سبک اصیل گیلانی که اگه یک بار درست کنی پای ثابت مزه‌ات میشه. خیلی خوشمزه شده، بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردن این کال کباب خوشمزه نیاز داریم به گردو که من گردو رو حسابی خورد میکنم و نیاز داریم به بادمجون کبابی که وقتی کبابیش کردیم پوستش رو میگیریم و خوردش میکنیم. حالا بادمجون و گردو رو با هم ترکیب میکنم. 2 حبه سیر رنده شده رو هم بهش اضافه میکنم و بعد سبزی‌های خشک مثل نعنا، چوچاق، خالباش، نمک و گلپر و یک کوچولو فلفلم بهش اضافه میکنم. و بهش رب آلوچه ترش جنگلی رو هم اضافه میکنم. کال کباب خیلی مظلومه، حالا چه جوری؟ شما با هر ترشی که دوست داشته باشین میتونید درستش کنید. کال کباب تو همه فصلا با ترشی مناسب اون فصل درست میکردن، مثل آب نارنج، آب انار، آب قوره. به فصلش با همون ترشی درستش میکردم. من اینجا از رب آلوچه ترش و آب قوره استفاده میکنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و لطفا ویدیومو لایک کنید. اگه هنوز داخل چنل سابسکرایب نکردین چنلمو هم سابسکرایب کنید. به همین راحتی کال کباب خوشمزمون آماده است. طعمش هم جاتون خالی عالی شده. بهتر که بذارین یخچال تا خوب خنک بشه. حتما امتحانش کنید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.